Farrokh MC Feat Muhyiddin Sharipov Ishq Maktabim qismi 4 از من شدی جدا من با تو بودم یک جا چرا رفتی از برم گناه چی بود بین ما گفتم نمیخونم دیگه نمیگیرم نام تا نشد غم بالای غم دا اومده چشمش ازان شد گفته بودم زدم غم تا قطعی کسی کی باشی گفته بودم بو خوب بگرده حیاتی یاشی حیاتی ما دیگه شد بعد رفتن تو ما رپر نبودم رپر شدم ما بعد تو چاکنم حیات را که تو قطعی من نباشی چاکنم حیات را که قطعی اونو مرد باشی بعدی او قدر کرد بعدی هر یک رفتارد دوست می داشتم عاشق بدم نکی نبودم در کارو چی شیدک بینی مودا اوزی دا بارم نسی یا چی را ترم بدون که دیگه در کارم نسی پشایمونم با خدای روزی عاشق شدنم موقع و زبر آمدوخه گپای گفتنم بعدی درس را میکفتم که میموندم بدوزه یاد میکردم گنده سخت میرفتم راهی در روزه که یک قلم بینم تا دلی ما شب آرام بیو یا جایشم گفتم گوش نکردی دا گپم تو برای خودت رفتی بچه میشه آخی بعد ممکن ما برای بمونم و تو دکنه خیانت یا که میشه و روزه دبری ما دیگری شد با ما عرب دست میکشه ممکن تا حلیش نشد حالی میشه و روزه با آرزوها ما میرسم خوش وقتی ما قطعی تنه با دیگه آغاز میکنم تو از من شدی جدا من با تو بودم یک جا چرا رفتی از برم گناه چی بود بین ما میگفت عالم جورا هم بس که نای پیشش سوختن نه او بره من نمیفهمم ندیده چشمای نما مایل گفتم طاقت دادم زنگ بزنم یک شتل آخینی وجنی بودم میپرتایم پریده گفتم اگر برگردی دا عشق تو شاه میشم رپ ما بس میکنم شخصی بگناه میشم نکه تو بر نگشتی انتخاب کردی دیگر آرزوی ما خوش وقتی تا دا دلم باشد دیگر او شخصی که آینده تو را میگوی همسرم ما خواهش دارم نگاه داره امانتم که طاقت ندارم گریت دن نمیزه با تو زیبی خرسندی داری خدا بینی خرسندی را بعدی او قدر کرد خوشبختی تا میخواهم قطعی که دکی جای ای خدا طلب دارم که بسری بلند برو رند روی تخت جانم یا چی را بدون خیانت رسید ما سخت چرا رفتی از برم گناه چی بود بین ما